اینجا مهنست در تربت حیدریه، یه فضای حالت آلاشیختور و سنتی درست کردن با خنزل پنزل و چیزهای عتیقه و قدیمی. عرضم به حضور شما که به فضای فوق‌العاده سنتی و دنج و دلنشین، همچی فضای آدم اگر توی فضای باغش یا خونش درست کنه خیلی حس حال خوب. دیوارای کاهگلی، تم سنتی، اصلا حال و هوای قدیم و شور و حال خوبی به آدم میده. به این صورت این خبرهای قدیمیه.